فیروز قرایف در نزد توپ قرار دارد. وضعیت معمولی به نفع استرافشان. پرتوف به داخل جریمه گو امکانیت است برای فوتبالبازان میزبان از کنار جمشید حسنوف. پرتوف دیو ولی داوید کوپاتادزه این فرصت رو رفع کرده توانست. ضربه داوید به نیمه میدان حریف. اونجا بازم در تنهایی دلشد وصیف قرار میگیرد که این حالت رو نتوانست یا خود این هجوم را نتوانست تقویت بخشد. پرتوف به خط هجوم امکانیت برای دسته استرافشان. ضربه و گل! بختاور زاکیروف مؤلف گل میگردد دوستان عزیز و خود امال ازه بختاور و دیگر فوتبالبازان دسته استرافشان به نزد امان بیش از جای میروند که اونجا مخلصان اشدی دسته استرافشان قرار دارند. البته امروز کل مخلصان اشدی این تیم در ورزشگاه قرار دارند و دسته دوست داشته خود را طرفداری کرده شدند و همیشه دعوت دارند که باید استرافشان در هجوم قرار داشته باشد و استرافشان تا به همین دقیقه انتظاری های مخلصان خود را برآورده کرده توانست. حساب بازی 1-0 دوستان عزیز به نفع دسته استرافشان میگردد. و اکنون فوتبالبازان دسته خوجند رو میباید بیشتر به خط حمله متوجه شوند. در شاهدی مخلصان خود دسته استرافشان توانست نخستین شده حساب بازی رو باز نمایند. در دور قبلی هم فوتبالبازان دسته استرافشان با دروازه دسته پنجشیر نخستین شده گل زده بودند ولی اونجا گل خیلی زودکار رو در اول رقابت به ثمر رسانیدند فوتبالبازان استرافشان، اما پس آن با حساب 2-1 مغلوب گردیدند. پرتوف تیو و این تو گل هم است دوستان عزیز. گل المپی در اجرای منوچهر احمدوف. منو دوستان عزیز این فانتاستیک است. از ضربه کنجی گل زدن نه به هر فوتبالباز میسر میگردد. من الکی در غلط اولی که منوچهر احمدوف از ضربه کنجی پرتوف کرد به جریمه‌گاه رقیب من اشاره کردم که او در موسم گذشته هم توانست از چنین موقع به زدن گل دست یابد و امروز بازم این کار رو انجام داد. یک ضربه چرخی او که به گل مبدل میگردد دوستان عزیز و حساب بازی اکنون در دقیقه 40 رقابت 1-1 میگردد. گویا که دربی سرزمین از نو شروع میگردد و اکنون بازم دسته استرافشان تلاش خواهد کرد که مشرف به زدن گل بگردد. امکانیت است برای فوتبالبازان زردپوش. پرتوف به داخل جریمه‌گاه چرب چنین سرعت بلند خود چنین بلند این پرتوف اجرا کرده شد. اونجا البته او هم با پای چپ توپ رو هوا خواهد داد به داخل جریمه‌گاه رقیب. او هم میتواند ضربه توپناک رو روان کند ولی فکر دارم در این کار بهترین از منوچهر احمدوف است. ضربه زده فوتبالباز دسته استرافشان و حساب دیدار 2-1 به نفع استرافشان میگردد. بختاور زاکیروف در آخر نیمه اولی دار بازم مؤلف گل میگردد و حساب بازی رو 2-1 به نفع دسته استرافشان میگرداند دوستان عزیز. در ثانیه‌های آخری نیمه اول رقابت فوتبالبازان دسته استرافشان بازم گل به ثمر رسانیدند و البته این گل از لحاظ گویم روانه خود و اصطلاح پسیکولوژی بر سود دسته استرافشان خواهد بود چون که اونا در آخر نیمه اول گل زدند. از جهت روانی این گویم زیان خواهد آورد به فوتبالبازان رقیب و بازیگران دسته استرافشان باشند. به نیمه دوم با یک روحیه تازه و نیروی نو وارد میگردند چون که اونها توانستند در آخر نیمه اول رقابت به زدن گل دست یابند.